دوباره از الف آغاز کردم من الفا را و رگردان نمودم چارد جیلد اوستا را. پی تعبیر کردم ورد آیاتی مجلا را، روایت های موسی را و تاریخی مسیحا را، که دریابم و بنویسم مقام ملک بخیارا. بلی بخیا چونین یک انتخاب خاصی از دان است، بلی وخیا چونین یک سرزمین رادمردان است. گهی جستم ز مخزنهای دیرین خراسانش، گهی از واژه نامک‌های سوخت و عهد ساسانش، گهی از لابلای دفتری خاورش شناسانش، گهی زانو زدم در محضری پیران و خاصانش، که شاید در کشایت مشکل معنی آسانش. شکفتم با شکفتنهای موزونی گل خارش، فشوردم از محبت پنجه سبزی سفیدارش. گیاه معرفت میخورد نخچیری فداکارش، سخن میلرزد از هیبت که تا باشد سزاوارش. که گویم داستان سنگوار و روح بیدارش، زمین حکمت و تاریخ و اسرار نهان اینجاست، که هر سنگی سر از یک شهید و قهرمان اینجاست. نهاد قلعه اسماعیل سامانیان اینجاست، سر آغاز طلوعی آفتاب خاوران اینجاست. به اعجازی که پنداری که آغاز جهان اینجاست. بلی بخیا چونین یک انتخاب خاصی از دان است، بلی وخیا چونین یک سرزمین رادمردان است. در اینجا از بلوری دستان فیضی سحر خیزد، در اینجا از قیامی لاله ها موجی شرر خیزد، در اینجا با گل هر بام فرهنگ و هنر خیزد، در اینجا قدقد رود روان از ریگ زرخیزد. ز هر یک شان ناموسی وطن خیزد، ظفر خیزد. در آنجا روی ایوان بلند گنبدی گردون، فراز سرگخ خنگاب و لازور زومردگون، نشیمن کرده مردی از هیاهوی خرد بیرون، که روحش آب را با روشنایی میکند افسون. و روحش می شود نارک و روحش می شود راغون. بلی بخیا چونین یک انتخاب خاصی از دان است، بلی وخیا چونین یک سرزمین